السلام علیکم، خوش آمدین به کانال تجارت با ادریس. امید که سر حال خوشحال با عافیت برتن کرده باشین. خب امروز ما میم درباره تجارت آنلاین صحبت میکنم یا ای کامرس. که ای کامرس یا تجارت آنلاین چیست؟ ای کامرس با معنای ای با معنای الکترونیک، کامرس با معنای تجارت، یعنی تجارت الکترونیکی. خب ما امروز میبینیم که همه درباره تجارت آنلاین، خرید و فروش آنلاین صحبت میکنن. که خرید فروش آنلاین لباس، خرید فروش آنلاین خانه، خرید فروش آنلاین موتر، همه وابسته به ای کامرس است. خب در سال 1990 به وجود آمده ای کامرس و ای کامرس پلتفرم های مختلف داره البته که مشهورتر پاپولارتر آن امازون است، شاپفلای دراپ شپینگ است، افیلیت مارکتینگ است، فریلانسینگ است و سایر دیگر از پلتفرم ها. خب یعنی در سال 2019 تا سال 2019 اقا پاپولار نبود، اقا فیموس نبود ای کامرس. بعد از سال 2019 وقتی کووید 19 آمد، همه مردم خانه نشین شد، همه تجارت ها، بزنس ها با از فیزیکی با ورچوال تبدیل شد. خب کسی از خانه بیرون برآمدن نمیتونست، همه تجارت ها از فیزیکی با ورچوال یا مجازی تبدیل شد. همه توسط موبایل، همه از توسط کامپیوتر، همه از طریق خانه صورت میگیره. بعد از سال 2019 با این سو خیلی دنیا تغییر خورد، خیلی عصر تکنولوژی تغییر خورد. خب بعد توسط چی ما میتونیم در آنلاین البته ما پول به نفر بدهیم، پول از نفر بگیریم، چه قسم صورت میگیرد. خب در تجارت آنلاین یا ای کامرس پول دهنده و پول جریاب کننده از توسط ابزار دیجیتالی صورت میگیرد، توسط پیپال است، توسط دبت کارت است و سایر بانکینگ و سایر دیگر از دریافت کننده و دهنده و پیسه دیجیتالی دیگره. خب امروز ما میبینیم که بیلیونر و تریلیونرهای دنیا، سرمایه‌دارترین مردمان دنیا از واسطه ای کامرس به ای جایگاه، به ای مقام رسیدن. مانند ایلان ماسک است، جف بزوس است و سایر دیگر از دنیا. خب یا که هستن کدام دیپلوما نداشتن، کدام راکت ساینس نداشتن، همش مثل ما عادی انسان بودن، همش به این سطح و به این جایگاه خودشان رسوندن. یعنی هیچ کار بدون انجام امکان نداره، یعنی همه کارها شدنی است. امید که فهمیده باشین. درباره ای کامرس یا تجارت آنلاین در ویدیو بعدی میخوایم درباره امازون صحبت کنم که امازون چی است. ویدیو را که لایک کنین و کانال را سابسکرایب کنین تا دیگر ویدیو ما را هم تماشا کنین و درباره امازون هم بفهمین که امازون چی است.